مناقشات لسانی قومی تباری مخرب است. جانمایی صحبت‌های ما در تدکس آگاهی رمز سعادت و خوشبختی است که زندگانی سخت دشوار است با اسباب هوش. نام احمد زیایی فیض است. من دانش آموخته حوزه طراحی و توسعه وب هست، ولی مطالعات شخصی من و حوزه‌ای که بیشتر مشغول مطالعه است الهیات فلسفه است، یک مقدار روانشناسی تحلیلی. ما آغاز مطالعات من از متون کلاسیک بود، از حوزه عرفان اسلامی و اینا. بعداً آهسته آهسته سمت الهیات و علم کلام و محوریت سخنرانی‌های من در چند برنامه روی هنجارهای روانی و بحرانهای روانی حاکم در جامعه بوده. ما از نقطه نظر روانی در حدود 45 سال نیم قرن بحران در افغانستان، مردم ما از نقطه نظر روانی بسیار آسیب پذیر است. The consequences of a constant war, conflict and crisis in Afghanistan aren't just destruction, poverty, hunger, social issues. It's way more than that. I mean nobody talks about how profoundly our people suffers mentally. جانمایی صحبت‌های ما در تدکسی بود که زمان میبره ولی شما خوب میشین. فقط با این گزینه که شما صبور باشین، توجه کنین، برنامه‌تان رو تعقیب کنین، میتونین از دل بحرانی به نام اضطراب و افسردگی بگذرین. یکی از مواردی که ما در سخنرانی‌هایم و در نوشته‌هایم به کرات روی از تاکید کردیم این است که جدال‌ها و منازعات و مناقشات لسانی قومی تباری مخرب است. اساساً، حقیقتاً و عقلاً عیب است، کمال نیست و ریشه در خامی داره، ریشه در تاریکی داره. زموش پیامبر دیر صریح او واضح پیغام لري د تعصباتو په اړه وایي چې څوک چې تعصب کوي او تعصب لري هغه زموش نه ده. مولانا خودش در مقدمه‌ای که بر مثنوی نوشته کرده میگه نام من محمد ابن محمد ابن حسین بلخی است و در اون زمان بلخ یک هویت مستقل بود، ام البلاد بود، یعنی مادر شهرها بود. اولویت ما در خانش همیشه بیدل است. بعداً باز دی اواخر درگیر کارل پوپر و فلسفه علم و چون همون حوزه پژوهش ما است. اگر خدا توفیق داد و شد به خاطر نوشته‌های بعدی ما و به خاطر از اینکه من خودم اثر خود داشته باشم، این پژوهش‌ها و این مطالعات مهم است، های اهمیت است. ببینید در حوزه روانشناسی و روانکاوی چند شخصیت بسیار معروف است. یکی فروید است، زیگموند فروید. شخص دوم کارل یونگ است، کسی که من با وجود از اینکه ندیدیمش ارادت بسیار ویژه و خاص برش دارم. فکر میکنم یونگ خیلی بیشتر و عمیق‌تر موارد میسنجید، واکاوی میکرد و یکی از آثار بسیار مهمش کتاب سرخ است که در عرض 10 سال که بزرگوار گوشه‌گیری میکنه از تمام مسائل، این کتاب می نویسه. یعنی تمام تجربیاتش خالص و بسیار واقعی و روشن در کتاب سرخ آمده. برنامه ما این است که مؤثر تمام شد. اونایی که از نقطه نظر روانی آسیب پذیر هستن با اونا کمک بیشتر کنم، چرا که خب ما از دل از این بحران گذشتیم
و حقیقتا جامعه ما، مملکت ما از نقطه نظر روانی آسیب پذیر است. و دومین امری که پشتش اعلان نمیکنم این است که در مخاصمت و در مخالفت با نجات پرستا و متعصبین بنویسم و استاد شوم، اگر خدا هم توفیق بده. من فکر میکنم افغانستان مادر است، حقیقتا مادر است و این تعدد و تنوع قومی که از شبیه یک خانواده که فرزندهای متعدد داره با خوی و خواصهای متعدد، اما در حقیقت ما همه فرزندان یک مادر هستیم. میگه که زندگانی سخت دشوار است با اسباب هوش، بیشعوری گر نباشد کار مشکل می شود. آگاهی رمز سعادت و خوشبختی است برای فرد، برای جامعه، برای مملکت و این مرز خدا تعیین کرده. بسیار به صراحت در قرآن میگه آیا اونهایی که میدانند با اونهایی که نمیدانند یکسانند؟ زیربنای جامعه، زیربنای مملکت آگاهی و کتاب دانش است. امی جوانایی که در دل محدودیت و مشقت و سختی روزگار افغانی تلاش میکنند و میخوانند و مینویسند، برای من بسیار امیدوار کننده است. اگر عدد اندیشمندان ما و خردمندان ما و بینشمندان ما عددش بالا بره، دغدغه‌های فرعی و افکار خرافاتی و نگرش‌های مرسوم سنتی اینا آهسته آهسته از بین میره. غزالی حرف بسیار قشنگی داره، میگفت من مناظره نمیکنم برای اینکه مردم تمام تلاششان میکنن که آبروی حقیقت بره ولی خودشان زیر سوال نرن. یعنی دوست دارن که حق به جانب باشن ولی دوست ندارن که حقیقت برجسته شود. گفتگوهای ما در افغانستان بیشتر محوریت خودی میچرخه تا ای که در محوریت حقیقت بچرخه. رمز موفقیت اونم ای است که ما به بینش و بیداری برسیم، با آگاهی برسیم. او زمان ما میتونیم که گفتگوهای مثبت و مؤثر داشته باشیم.